مادرش به یاد آمد. مادرش به یاد آمد که چنین زیبا و گشاده چهره بود. طوفان تقدیر به اسرار و مهر اول شفقت نکرد. هر دو را از والدین جدا کرده به یتیمخانه برد. هر دو همراه کلان شدند. همانجا به هم دل بستند. همراه آموزشگاه کسبی را ختم کردند و در یک اداره ساختمان به کار شروع نمودند. صاحب یک حولیچه هم شدند. بعداً پیش و قفا 3 فرزند به دنیا آوردند. 2 پسر و 1 دختر. سلیم شوخ و بیقرار، کریم آرام طبیعت و خردی ملکه خوشخلق و زیبا. برابر کلان و کارگر شدن فرزندان زندگی بهتر شد. سر سلیم را جفت کردند. پس از چند قهرمانی ما به دنیا آمد. حرکت و خنده کودک اهل خاندان را دلگرم و خوشحال می کرد. بابایش اسرار به طفل نوزاد کمال نام نهاد. کریم حالا سلامه کودک را گرفته شوخی آمیز از بری رویش گزیده یا گوشش را کشیده گریان می کرد و ضبط می برد. کریم را هم عائله دار کردند. ولی از آن روز که عروس خردی مهینه قدمهایش را به این خاندان گذاشت، شادی و نشاطی همیشگی ناپدید گشت. او پرکینه و بدبین و کوتاه اندیشه بود. دائما غوغا برداشته کاسه را با طبق، پیاله را با چاینیک جنگ می انداخت. از لبان کریم تبسم غیب زد. شوخی ها در دلش لر بست. مهینه گاه با خوشتامنی پیرش جنجال می کرد، گاهی دیگر با زنی هیورش گلناز. به والدین مهینه شکایت کردند و آنها دخترشان را نصیحت، ولی فایده نداشت. چندی بعد کلین کلان گلناز دختر تولد کرد و مهینه باشد پسر. به آنها دلافروز و اکبر نام گذاشتند. دختر خاندان ملکه حالا خودش خرد باشد هم به هر دو جیان یک خیل نگاه و بین می کرد. با این همه مهربانی هایش باز از ینگه خردی مهینه تنها می شنید. ملکه را هم به شوهر دادند. پس از چند گلناز با رخصت شوهر برای دیدار بینی پدری بیمارش رفت. ولی پس از 1 هفته سلیم برای آوردن همسر و فرزندانش به خانه خسرو رفت. آنها خواهش کردند که گلناز چند روز دیگر با آنها ماند. من زید نه، گفت سلیم، اما احوال پدرم خوب نیست. چرا؟ خواطر شد گلناز. مادرم درمند، کسی نگاه و بین می کردگی نیست. سلیم جان، کلین خوردی چی؟ پرسید مادر گلناز. وای پدرم را رنجانده است، خودش هم ناتاب. عزیزه مادر گلناز نفسی چقور کشید و گفت رفتن لازم. وقتی گلناز به خانه برگشت مهینه پیسخند زد. بیا بیا، تو کلینی کلان این خانه، ولی وقتی خسرو بیمار شد به من پرتافته می روی. ما ذره قدر نداشته ایم. خواهش کردند که شما را رفته بیارند. گلناز زنی خوش معامله و دوراندیش تبسم کرد. مهینه جان، تو هم اعضای این خاندان، اینجا قدر تو را هم می دانند. مهینه گپش را حیف دانسته تکرار کرد. شما زودتر به خانه درآیید، همه انتظار آمدن شماست.
асрор набираҳояш камолу дилафрӯзро ба оғӯш гирифта аз сару рӯяшон бусид. сипас ба Гулноз нигарист. туро келин баробари духтарам дӯст медорам. раҳмат ба падару модарат ки туро чунин тарбият кардаанд. ман аз ту розиам. васияте дорам. ин хонаву дари ман ба ту амонат. аз худам зиёдтар ба ту эътимод дорам. чашмони асрор пурнам буд. бо дидани аҳволи хусури бемораш аз чашмони Гулноз беихтиёр ғурра ғурра ашк мебаромад. бо табассуми дардноке гуфт: падарҷон, ин тавр нагӯед. худо хоҳад сиҳат шуда мехезед. ҳоло шумо бардам. асрор сари Камолро сила карда ҳасрат намуд. ният доштам ки тӯи набираҷонамро бинам. насиб набудааст. шоми ҳамон рӯз асрор бо ҷаҳони равшан падруд гуфт. Камол ки ҷаҳони кӯдакӣ дошт, бехабар аз бевафоии дунё, бобояшро пурсон мешуд. посухи рамзӣ медоданд: бобоят ба меҳмонӣ рафтааст. Камол бовар карда аз гирья монда ором мешуд. пас аз 2 моҳ падараш Салим низ бо сабаби номаълум аз дори фано